راه مناسب برای پورا کردن امو قوت الله برای ما بیان کرده. ما شهوت طعام داریم، ما خواهش طعام داریم، الله حلال برای ما بیان کرده که از طعام حلال آن چیزی که مفید برای بدن است، پاکیزه است، از او استفاده کنی. از چیزای حرام، از چیزایی که مضر به بدن است الله منع کرده. مثل که در خوراک تقسیم موجود است، یک چیزی مضر است، یک چیزی مفید است، یک چیزی طبیعت خوب میپذیره، یکی نفرت میکنه. اینمی قسم در موضوع شهوت فرج هم همینطور است. شرمگاه که کدام چیزی را خواهش داره وام الله متعال دو قسم کرده، حلال و حرام. اما الله متعال برای پورا کردن امی نیازمندی شهوت فرج حدودی را الله گذاشته که بسیار دقیق است، بسیار مستقیم است. اینطور نیست که انسان فقط تمام عمره در پورا کردن امی قوت بگرده خیر و خلاص. از او خاطر الله دقیق عبارت ها را بیان میکنه و زندگی مؤمن مشخص میکنه چی رقم که یا شرمگاه های خود حفاظت میکنه، نعوذ بالله عمل زنا از پیش صورت نمیگیره، الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم. دو صورت الله راه های حلال برای پورا کردن اینمی قوت شهوت الله برای ما بیان کرده. یکی نکاح صحیح با همسرا و دوم کنیزی که در جنگ گرفتار میشه، امیر مسلمانا تقسیمات میکنه و او کنیز در حق تو میرسه، ملکت تو ثابت میشه. بدون نکاح قطع ازواج هم بستری کردن جایز است، چرا که مملوکیت است. دو صورت مستثنا شد و راهی از این معلوم است که چه قسم امی قوت اشباع شوه و پوره شوه. تأسف است یا آیتای قرآن مردم میخوانه، خود مسلمان هم میگه، اما نعوذ بالله با سیاسری خود عمل لواطت میکنه. قطعا حرام است. کسی را حلال بدانه کافری مطلق است و دیگر نمازش هم برباد شده، ایمانش هم برباد شده. اگر نه که حلال نمیدانه و این عمل انجام میده، دیگر عمل قوم لوط علیه السلام میکنه، بعد خود مستحق او نمود جزای فکر بکنه که الله برای قوم لوط مقرر کرده بود. چون پیغمبر دعا کرده که امروز تو عذاب بیخکن سرت نمیه وگرنه تو مستحق امی عذاب هستی. او بسیار جای تأسف است. جای تأسف به خاطری است شما از این موضوعات خبر نداری خو الله رحم بکنه. در این وطن آنقدر تاریکی سایه افگند سری مردم که از این موضوعات قطعا آگاهی نداره، بلکه خصوصا در حالت مریضی زن خود نعوذ بالله این کارا را انجام میده و بدبخت و لعنتی الله سرت نمیشه که کدام راه را الله برات انتخاب کرده تو را میگذاری و نعوذ بالله حیوانا همی کار نمیکنه. حیوان همی کار نمیکنه و توی کار میکنی. بسیار سخت است، بسیار زیاد. الله متعال بیان میکنه که مؤمنای واقعی کیسته. مؤمنای واقعی تنها نیست که بیا نماز بخونه، کلمه بخونه. مؤمنای واقعی در هر مرحله زندگی خود پابند نظام الله، فرمان الله هست. حالا اینمی زن که تو گرفته مورد امتحان الله قرار گرفته، نعوذ بالله. حتی زنا را خوب بگذار، مردا را در خانه میاره، مردی زندار مردا را در خانه میاره، لعنتی الله سری از یا نمیشه. شما باور به الله بکنی این کابل اینطور حالت است که پرسان نکنی. چند نفری متدین و تعلق رابطی تان با الله در این مسجد جمع شده، ولی وقتی که حالات مردم دیگر را ببینه که در این خطه زندگی میکنه، شما باور به الله بکنی که بگوی که یا الله یقینا که حلیم ذات هستی، چطور سنگ نمیباره، چطور سنگ نمیباره، شرم و خجالت هم نمیکنه. هری که زندار است مردم دیگر هم میاره، مردار سری خود نعوذ بالله قطعش لواطت میکنه. نعوذ بالله، نعوذ بالله. چقدر بی غیرتی است، چقدر نعوذ بالله. افسوس نیست، بسیار سخت است. دو راه برات چی است؟ از او خاطر مفسرین میگه هر راه دیگر مسدود شد. اگر کسی استمناء بالیت میکنه، اقلام باز لواطت میکنه، نعوذ بالله راه های دیگری را در پیش میگیره، این کلش حرام است بجز از دو حالت. الله متعال راه حلال برات انتخاب کرده، یا زن یا کنیز، و اونجا هم راه مشخص است. اشباع غریزی جنسی تا الله متعال از طریق حلال کرده، چی ضرورت است؟ اما امروز ببینی که شکایت ها از کجا میخیزه. در 10 سال امرای سیاستری خود هم بستری نمیکنه، نعوذ بالله. چی میکنه؟ بچه ها را میاره در خانه خود. عجیب است، بسیار سخت است. اونجا عقد نکاح بسته، اما اونجا حقوق پایمال کرده رایستی. ما ایران به این ماندیم که مردم چطور تصور داره؟ حتما عقیده به آخرت نداره. اگر عقیده به آخرت داشته باشه و این را بفهمه که یک روز الله از ما سوال میکنه، برش بگویه که چرا
راه حلالی که برای تو انتخاب شده بود چرا نمیپیمودی و راه حرام میپیمودی؟ الا علی ازواجهم، مگر بالای زنای خود، او ما ملکت ایمانهم، یا آن چیزی که مالک شده دستای راستشان، فانهم غیر ملومین، یقینا این مردما در مورد زنا و کنیزایشان ملامت کرده نمیشه. این دو هدف دنبال میکنه. یک هدف رد بالای تصور غلطی که در بعض ادیان در دین نصرانیت و اینطور فکر میکردن که انسان از همه خواهش شاد کناره گیری کنه. خوردن نوشیدن از لذایز دنیا اگر مسئله شهوت است، هر چیزی است، خود جدا کو، این کمال انسانی است. این گپ غلط است، قطعا غلط است. الله میگه که این کسی ملامت نمیشه. چرا ملامت شوه؟ همین قوت در وجودت الله گذاشته. پس او قوتی را که الله در وجود گذاشته حتما او بی هدف نیست و او مصلحت داره. او بی هدف اینمیالی نیست. نسل انسانی، کثرت نسل انسانی از کدام را میشه؟ این تعمیر دنیا توسط انسان ها میشه. انسان ها از کجا پیدا میشه؟ هیچگاه این گپ غلط ثابت شدن نمیتونه، چرا که الله جواب داده. پس این کمال انسانی نیست که انسان خدا گوشه کنه از همچون معامله. اگر او مرد باشه که قطع نکاح بکنه برای یک جا، میگه من نکاح نمیکنم. اگر او زن باشه میگه شوهر نمیگیرم. این کمال انسان نیست. اگر این عقیده را داشته باشه که ناروا و نادرست است، نفرت است پیش میکنه، مقابلی حکم الله متعال میکنه. قطعا انسان باید اینطور نباشه. آلی دوتن امام امی تصور غلط پیدا شده بود. سید جعفری مجرد، کمال ولایتش دیسته که مجرد زندگی کرده. این مجرد زندگی کردن این خلاف دین است. رسول الله صلی الله علیه و سلم و 3 نفر صحابی که آمده بود، یکیش گفته بود که من نکاح نمیکنم. پیغمبر آنقدر در غضب شده، چیری مبارک سرخ گشته، در سر منبر بالا شده، گفته بین شما میتور قوم پیدا میشه که اینین سخن میگه؟ باز گفته که من نکاح میکنم. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. این رایم است، این روشم است. کسی که از این اعراض میکنه او از امت من نیست، امت من نیست. امروز تا آلی را همی تصور در مردم حکومت میکنه که کسی که نکاح نمیکنه خود گوشه میکنه یا آدمی پارسا و چیستا پرهیزگار و نیک است. این غلط است، این خلاف طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم میکنه. پیغمبر برات گفته. ما پیش گفتیم که اولاد پیدا شدن، نکاح کردن، این راه هاست که پیغمبر علیه السلام فخر میکنه سری امتی خود و تو ترک میکنی. یک نکته در غیر معلومین اشاره بر رد به اینمی تصور غلط است. دوم نکته هم دهی فانهم غیر معلومین است. انسان باید شب و روز دنبال همین نشوه. این در مرتبه ضرورت است، نه در مرتبه عیش پرستی. امی اعمال به قدر ضرورت انجام داده شوه، قدر ضرورت، نه ای که نعوذ بالله کلی هم و غمت اینمی گپا باشه. تاسف است امروز یک تعداد مردم شب روز حالات ندیده بلکه رعایت حالات دیگر هم نمیکنه. شوهر زن خود نمیبینه که مستعد به این گپ هست یا نیست، این توانمندی از این داره یا نداره. خلاص آنقدر این حالت در سر حد میرسه که زن بیخی قریب به پای به فرار بگذاره. نه، الله متعال ایره گفته که در مرتبه ضرورت است. ایره هم و غم و مقصد اصلی زندگیت قرار نده که تمام روز پشتی نعوذ بالله پورا کردن شهوت بگردی و خیر و خلاص. این حدود الله هست. ایمان آدم وقتی تکمیل میشه که حدود الله را مراعات بکنی، لحاظ بکنی که چه قسم است، کدام را تعقیب بکنی و چه قسم با زن خود چه قسم زندگی را پیش ببری. او مستعد نیست، برابر نیست، اما تو میگی نه، اینطوری شده نمیتونه. فمن ابتغى وراء ذلك، کسی که طلب میکنه ما سوای دو صورت، یک صورت هم بستری با زن و یک صورت هم بستری با کنیز خود، غیر از این کدام راه دیگری را کسی طلب میکنه، فاولئک هم العادون، اینمی مردما از حدود الله تجاوز کرده. الله برش حد گذاشته، پلوان گذاشته، یا مراعات حدود و پلوانا را نمیکنه یا دیگه مؤمن واقعی نیست. کدام فلاح که الله بیان کرده به این طور مؤمن حاصل نمیشه. والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، مؤمنای حقیقی و واقعی و کسانی هستند که برای امانتهای خود و تعهدات و پیمانهای خود مکمل لحاظش میکنه. امانات جمع است. امانات هر آن چیزی که به کسی میسپاری که پس مطالبه برگشتش میکنی او را در اصطلاح ما و شما امانت است. اما اینجا کلمه امانت عام است. تمام نعمتایی که الله برای ما بخشش کرده، چی در وجودیت است و چی در بیرون است، کلش امانت های الهی است.
احکام الله امانت است، نماز امانت است، روزه امانت است، چشم امانت است، گوش امانت است، پای و دست امانت است، کلش امانت های الهی است. این دونمو حدودی که الله برای تعیین کرده استفاده و استعمال میشه. چشم در کجا استعمال شوه، گوش در کجا استعمال شوه، پای دست در کجا استعمال شوه، خوردن نوشیدن چه رقم بکنم، نماز چه قسم ادا کنم، کلش امانت های الهی است. اگر کمکی نقصان در یکیش پیدا میشه، در امانت الهی نقصان کردن است. غلط استعمال کردی چشمیت، امانت الهی را خیانت کردی. نماز به وجه درست ادا نکردی، امانت الهی را چی کردی؟ خیانت کردی. رأیی که شما به کسی میدی امانت بود، یه امانت بود. چه کسی باید انتخاب شود؟ رئیس وقتی یک مامور را تعیین میکنه بدون لحاظ منطقه، زبان، خودگداری و اقربا پروری، کسی که لیاقتی پست داره، انتخاب کردن یک مامور توسط رئیس امانت است. پارچه شاگرد امانت است، نمره شاگرد امانت است. اگر تو در مقابل پول جناب استاد میدی، امانت خیانت میکنی. این امانت است. امامت امانت است. اگر نماز درست ندادی، در امانت خیانت کردی. اولاد مردم تعلیم ندادی، امانت خیانت کردی. امانت است. این کلش امانت است. مردم وقتی امام میگیره انتخاب امام میکنه، اگر امامی درست نمیگیره که عقیده صحیح و علم به قرآن و حدیث داشته باشه، مولای دیگر میگیره، در امانت خیانت کرده. در روز قیامت امی مردم جواب میگه به الله متعال. سرنوشت تمامی مردم و اطفال در دست از یا بود که چه قسم امام بگیره. خب ما بارها براتون گفتیم برای تعمیر جسم، برای اصلاح جسم کدام خواری نیست که ما نمی کنیم و کدام پول نیست که ما مصرف نمی کنیم. تا هند و تا جرمنی را به خاطر صحت جسم خود می گردیم، برای صحت عقیده خود ادناترین تأمل نمی کنیم. هر مولا که اینی قدر لنگی سفید محض زده و دو صورت درست هم یاد نداره، مولا امام مردم است. ایری سفید و ملک و آجی خوش است که ما مولا امام گرفتیم. در روز قیامت الله از پیشتان سوال میکنه که در تشخیص مرضت پشت متخصص میدویدی، در تشخیص دینت پشت هر کسی که راه رو هم گیر کردی او را امام و پیشوای خود مقرر کردی، در امانت الهی خیانت کرده. این آیت، این کلمه آنقدر جامع است که پرسان نکن، آنقدر جامع است. امانت است، کلی از امانت. اسناد که داده میشه، ما این چندم دوره است الحمدلله تالی را ما به کسی سند ندادیم، سند نمیدیم. برای شهرت خود سندای کاذب بر کس داده برو که این مفسر قرآن شد، قرآن قطمه خوانده نه، خوانده قرآن کریمه، مفت نیسته. در پاکستان که سند داده میشه به طالبای علم داده میشه، کسایی که چندین مراتب اونجا چی کرده، باز اموتور عادی داده نشوه، امتحان گرفته شوه، کسی کامیاب شوه سند داده شوه. سندی کاذب چرا بدیم؟ شهرت خود میخوایی، شهرت خود میخوایی. ما یک سند الحمدلله تالی را ندادیم، بله سند وقتی میدم که امتحان کتاب الله قرآن کریم ترجمه گرفته شوه و برای ما ثابت شوه که آلی توانمندی امی ترجمه قرآن کریم داره، اون وقت ما سند میدیم. چرا؟ این امانت است. امانت چرا خیانت کنیم؟ و عهدهم راعون. دوم چیز در اینجا چی است؟ پیمان است. زندگی اجتماعی انسان ها روی اعتماد اینمی پیمان چرخ میخوره. اینمی پیمان است، پیمان است، یعنی پیمان است. همین پیمان کنترل میکنه ظلمه، نمیگذاره که ظلم بکنی. در روز اول در ایواره گفته یک ماه قطمه در رمضان مبارک در عبدالله ازام میری و میایی، فیصله کردی در 1000. روزه اخیری روزه آنقدر سواری زیاد میباشه که پرسان نکو. او در او روزه در جای 1000 تو 3000 پیدا میکنه، اما این آدم پای خود فرا نمیگذاره. آلی تو را اعلان نمیکنه، نمیره در پشت سواری خود. چرا؟ تعهد کرده. ادنا مثال میگم، بزرگترین تعهد که عهد باید مراعات بکنه تعهد زنا شوهری است. عقد نکاح این دختر و بچه را با هم چی کرد؟ پیوند داد. آیات تقوای الله در اونجا ذکر شد که من حقوق ازی را مراعات میکنم، او حقوق ازی را مراعات میکنم. حالی بی که آینده چی واقع میشه؟
چی میکنی؟ چه قسم حقوق مراعات کرده؟ پیمان است. شاگرد و استاد پیمان امضا میکنه، مکاتب کلش پیمان است، تعهدات است امضا شده، امامت و مقتدیا پیمان امضا کرده، کلش پیمان است. الله متعال میگه مؤمنای واقعی کسایی است که تعهدات خود که خلاف شریعت نباشه و امانات مکمل مراعات میکنه، پابند استاد است. اگر هر قدر نقص برش متوجه میشه، اما صریف فرمانی که امضا کرده بالکل استاد است. اینا مؤمن میگه. حالی ببینی حالت به کجا رسیده. یک فایده را پیدا بکنه، خط امضا کردگی تا اوسو مندازه. اینی حالت است. ولی هم خود مؤمن میگه سبا روز جنازه سرش خوانده میشه. والذین هم علی صلواتهم یحافظون. مؤمنای واقعی کسایی است که نمازهای خود حفاظت میکنه. اونجا مسئله درونی نماز بود، در اینجا مسئله بیرونی نماز است. محافظت وقت نماز میکنه که بی وقت نمیخونه، محافظت آداب و شرایط نماز میکنه، به نقشه پیغمبر نماز تکمیل میکنه، رعایت قومه، جلسه، قرائت، قیام، سجده، کل زیره رعایت میکنه، لحاظ میکنه. ایرا میگه مسائل بیرونی پابندی میکنه. نماز از پیشش قضا نمیشه، بی وقت نمیخونه، شرط و شرایطش پوره میکنه، آداب نماز مکمل لحاظ میکنه. ادناترین ماوری نیست که سعی بگویا سنت است سی فرض است، سنت است سی فرض است، که سنت بود باز دباد عوام نمیگیری، بازیش عمل نمیکنی. یک صحابی از پیغمبر سوال نکرد که این عمل تو انجام دادی سنت است، مستحب است یا فرض است. رسول الله رو تعقیب میکرد کدام عمل انجام میده. خلاص ملاهای ما میبره بدبختا دور از علمای حقانی. وی رفع الیدین خود کدام موضوع مهم نیست، آمین بالجر خود کدام موضوع مهم نیست، یک سنت است. سنت بر نزد تو چی معلوم میشه؟ جناب محترم تو عالم، تو سنت برش میگی، ما میگم عمل محبوب ما رسول الله صلی الله علیه و سلم است و آنقدر اهمیت داره که کل دنیا را بدیره در مقابلش نمیدم. عمل محبوبم است، عمل پیغمبرم است. پیش تو اهمیت نداره، پیش ما اهمیت داره. یک جز در نماز پیش ما اهمیت داره که باید به وجه احسن بخوانم، تو نخوان، تو رعایتش نکو. ما محبت رسول الله در قلبم است. صحابه کرام در امور عادی که نه فرض نه واجب نه سنت نه مستحب هیچ چیزام نبود، امور هم مراعات میکرد. که پیغمبر علیه السلام در اینی منطقه اینی طور استاد شد، اینی جا شطور خواباند، اینی جا اینطور طعام خورد. طعام خوردن شطور خواباندن مسئله سفر است. گوی آدم در یک جای پایین میشه، گوی در دیگه جا. لیکن کمال پیروی صحابه است که عمل کرده رسول الله صلی الله علیه وسلم. ای کاش که تو قدر پیغمبر بدانی، منزلت پیغمبر بدانی، به مردم همین تعلیم بده که یک سنت کار است، یک سنت کار است، خیلی ترک کو، سنت کار را ترک کنیم. جوانا اینجا آمده بود برای ما، میگه مولوی صاحب رفع الیدین چیست؟ ما گفتم سنت. اختلاف چیست؟ ما گفتم حرام. گفت چرا اینا؟ به خاطر سنت اختلاف واقع شده در مسجد و در جای. ما گفتم جناب جوان این سوال از ما کردی، جواب دادم، تو جواب بده. حالی تو بگو که حرام از بین ببریم یا سنت؟ اختلاف حرام است، رفع الیدین سنت است، کدامش از بین ببریم؟ حالی جواب دادن نمیتونستن، مجبور شدن گفت حرام از بین ببریم. من تو آمده این مرا میگی که سنت از بین ببر، خب حرام از بین ببر. گفت خب مردم نمیفهمه، اختلاف واقع میشه، اختلاف حرام. من گفتم تو پیش ما آمده، مردم که نفهمیدن، من مردمی خود فهمانده. در مسجد کمپانی بیا رفع الیدین میکنی یا نمیکنی، هیچ کس برات نه اونجا جنجال است نه کشکال است نه کس که بد میگه. تو برو پیش مولا امامای دیگه، امو طاغوتایی که نعوذ بالله دین الله را تکه کرده و حقایق پوشانده، سنت رسول الله را، یک حدیثی که دو کیفیت نماز رسول الله بیان شده در عمر به مردم بیان نکرده، پیش اون مولا برو برش بگو که همین حدیث به مردم بخون که مردم بفهمه کیام سنت است، دیگر روز جنجال جور نمیشه. تو آمده به ما بیچاره گفت ما فهمیدیم، کسی روان کرده بود از جنابا، انتقاد سر ما داره که اختلاف انداخته. ما اختلاف ننداختیم، ما مؤمنا را میفهمانیم که طریقه رسول الله کدام است، نمازی که رسول الله خونده این نمیسته. حالی که یک بچه جوان تابعداری رسول الله را میکنه در مسجد آمین بگه، ایره خو من نمیتونم او را منع بکنم که او مرده که او بچه او جا آمین نگو. چرا این پشت عمل احسن میگرده؟ الله مطالبه کرده عمل احسن و عمل احسن انجام میده. تو بگو که نه پشت عمل احسن نگرد، خلاص مطلق یک عمل انجام بده خیر و خلاص، تو مکلف بایستی. یک مولا جواب داده میتونه، پدرش جواب داده میتونه. الله عمل احسن از ما میخواه
یا مطلق عمله؟ کدامش میخواد؟ حفاظت نماز، تمام آداب و شرایط نماز پوره کردن، تکمیل کردن.